بعضی از مردهای بعد از ازدواج بیوجدانند. زن بیچاره 3 ساعت رفته مش و فرموژه و میزانپلی و دکلوره و تتو و متو و فلان و فیسار و بهمان و اومده. مرده از اداره میاد، هی جلو مرده میسته، حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ کجایی؟ مرده میگه برو کنار با یه چای بیار. چته؟ خلی. میگه بابا 3 ساعت برای تو رفته آرایش کرده، بی انصاف برای تو. اما همین مرد نامرد 2 هفته بعد به زنش میگه خانم فهمیدی دختر همسایه طبقه بالایی سمت چپ میخواد شوهر کنه؟ میگه تو از کجا میدونی؟ بابا زیر ابرو برداشته. ای وای بر تو، ای وای بر تو که 3 ساعت آرایش همسرتو ندیدی. ببین این میشه ها، زندگی میشه این. بعد بهانه ها شروع میشه. ای به ای پیله میکنه، مرض تو جونه، تو شکمه، تو سره. بعد اجداد همدیگه رو معرفی میکنن، برو نمیدونم پدر فلان فلان شده پدر. بعد میفهمی اینا مال دوره ناندرتال و آرکئوزوئیک و اصلا اجداد اینا مال یه جانورای دیگه است که اصلا. بعد کنیه های اینا میاد وسط. آرام آرام پیله کردن به هم. خانم چرا در بازه؟ چرا بابات با ما نمیسازه؟ چرا دم خر درازه؟ چرا شروع میکنه. بعد درگیری میشه، بعد فحاشی میشه، بعد همینطور. بعد بحران میشه. بحران. این کارو نکنید عزیزان من، این کارو نکنید. حریم همدیگر رو حفظ کنید. هر زنی میتونه جواب مردو بده، هر مردی میتونه جواب زنو بده. مرد رفته دستشویی توی توالت شهر، زنه براش پیام فرستاده کجایی؟ مسجد زده که خونه باباتم. زنه هم کوتاه نیومده، گفته غذا درست نکرده، همونجا یه چیزی بخوره بیا. اینو بدونید اصلا به طور متعارف بین زن و شوهرها معمولا یه سری اختلافات ریزی وجود داره و این طبیعیه. این باید باشه. به قول سقراط که سقراط میگفت در هر حال ازدواج کنید. اگر زنتان زیبا و فهمیده بود که خوشبخت میشوید، وگرنه مانند من اگر زشت و نفهم بود که مانند من فیلسوف عذاب در میاد. اینشتین میدونید که بسیار با زنش درگیری داشت، بسیار، از بس تو فکر مسئله نسبیت بود. یه بار تو خیابون یه خانمی رو دید، گفت معذرت میخوام خانم خیلی آشنا به نظر میرسی. گفت مردک من زنتم، آخه تو چقدر گیجی؟ کجایی؟ چارلز دیکنز میگه امان از دست زنها که ما هر چی که میگیم زنها خلافش عمل میکنه. من به خانمم میگم خانم بریم دور دنیا بگردیم، میگه نه بریم یه جایی دیگه. رنه آلندی میگه تا قبل از ازدواج 6 نظریه در مورد تربیت فرزند داشتم، اما الان که 6 تا بچه دارم هیچ نظری ندارم. آندره مالرو میگه مردها در اثر بی‌دقتی ازدواج میکنن، در اثر بی‌حوصلگی طلاق میدهن و مجددا در اثر بی‌حافظگی باز میرن زن میگیرن. این جوکو این لطیفه رو من در یه بولتن خارجی خوندم. اینو به شما میگم، به عقیده شما این لطیفه آیا به نفع زن گفته شده یا به نفع مرد؟ مرده از خدا پرسید خدایا چرا اینقدر زن رو زیبا آفریدی؟ خداوند فرمود برای اینکه تو از اون خوشت بیاد. گفت پس چرا اینقدر احمق آفریدی؟ گفت برای اینکه او از تو خوشش بیاد.